و حضرت هود علیه و نبینا السلام مثل هر پیغمبری به شما گفت که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، فقط خدا را عبادت کنید که شما خدای غیر از اون ندارید. و این انتم الا مفترون، شما افترا میزنید، اینکه شما غیر از خدا را حاجت روا میدونید، این افتراه. غیر خدا را شریک خدا میکنید، این افتراه. غیر خدا را شفا دهنده میدونید، این افتراه. امروز همه این افتراها را تشیع، مدعیان تشیع و بعضا تصوف در لباس اسلام وارد اسلام کردند. و هود علیه السلام مثل هر پیغمبری مردم دعوت به توحید خالص میکرد که هیچ هدف دیگه نداره جز اینکه اونها رو نجات بده، هیچ هدف دیگه نداره و خداوند کافیه براش. لا اسألکم علیه اجرا، من هیچ اجر از شما نمیخوام. چه بسا که اتهام بهش میزدن یا اشاره کنایه میکردن که حتما دنبال اجر، دنبال مقامه. بعد افلا تعقلون، من از شما اجر نمیخوام، تفکر نمیکنید، تعقل نمیکنید. و فکرتون رو به کار میندازید که پیامبری که از جانب خداوند رزق و روزی یا موز از بشر میخواد، خداوند رزاق و قادری که او رو فرستاده همه مخلوقات روزی میده. باز نصیحتشون میکنه که استغفار کنید پیش خداوند، طلب بخشش بکنید، توبه بکنید. و همین جمله بر زبان خاتم الانبیا هزاران سال بعد تکرار میشه. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. ای قوم، برکه جاهلیت ها یکیه، تکرار میشه بین بشر. ای قوم، طلب بخشش از خداوند بکنید، به سوی او بازگردید تا اینکه آسمان رو براتون از آسمان باران فراوان بفرسته و بر قدرتتون بیافزایه و مثل مجرمان نباشید که حق رو رد کنید. از این حالتی که شما هستید، از این حالت شرک، بت پرستی، قبر پرستی، امام پرستی، بزرگ پرستی توبه کنید، طلب استغفار کنید.